به نام دگرگون کننده حالها، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که ز امیدی بر خاک درت افتد. یه برنامه متفاوت دیگه از 20 به علاوه 1 رو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران عزیزیم. در فرایند مدیریت کسب و کار، اون هم ایرانیش، یک سری فرایندها وجود داره که با کل دنیا متفاوته. این فرایندها زمانی که کسب و کار ایجاد میشه گاهن از دید مدیران کسب و کار یا مدیران انجیوها یا سازمانهای خصوصی دور میمونه. تو این برنامه بررسی میکنیم فرایند مدیریت کسب و کارها، اون هم از نوع ایرانیش. در خدمت کارشناس محترم کسب و کار جناب آقای بستانی هستیم. سلام جناب بستانی. سلام، روز شما بخیر. خوش آمد میگم. عرض ادب و احترام. خواهش میکنم. فرایند مدیریت ایرانیزه. ابتدا خیلی خوشحالم از اینی که در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم که دوستانی که این برنامه رو نگاه میکنن به هر طریقی بتونن یه برداشت خیلی خوب و منطقی رو داشته باشن و به دردشون بخوره. خب برای شروع ما احساس کردیم که توی فضای ایران اون چیزی که گم شده، اون چیزی که ما باید دنبالش باشیم، اینه که چرا کسب و کار داره به سمت غیر ایرانی پیش میره. روی همین منظور نزدیک به 7500 منطقه فروش رو، منطقه معامله و مبادله کالا رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادیم. انواع اقسام ماتریس ها رو روش اومدیم پایدار کردیم و وقتی که خروجی این ماتریس ها رو گرفتیم، خروجی این المان ها رو گرفتیم، متاسفانه به نتایج فوق العاده وحشتناکی رسیدیم. اونم این هست که از گذشته نزدیک به 60 سال پیش تا الان مدل کسب و کار ایرانی فراموش شده. ما الان با یک حجمه بسیار بسیار گسترده از دانش به روز جهانی روبرو هستیم. خب حالا خوشبختانه یا متاسفانه نظریه پردازی در علوم مدیریتی و در علوم کسب و کاری دارای چندین و چند مدخل علمی در جهان هست که همش هم در حالت هفتگی، ماهانه و سالانه داره سرازیر میشه به سمت ایران. ولی اینی که هیچ موقع ما نمیایم این رو به چشم ایرانی نگاه بکنیم بهش، باعث میشه که مدل کسب و کارمون رو غربی پیش ببریم اما غربی ازش خروجی نگیریم. منظور شما این که ما بنچمارک میکنیم بعد نمیایم بوم میسازی کنیم؟ منظورتون دقیقاً همینه؟ منظورم اینه که وقتی که ما میایم یک مدل مثل مدل ماتریس استابیلیوتی یا مدل‌های دلفی رو میایم برای کسب و کار خودمون استفاده میکنیم، دنبال این هستیم که خروجیش هم مثل خروجی اون کشور سازنده این فلو چارت باشه. ما توی فضایی داریم زندگی میکنیم که وقتی داریم نگاه میکنیم به کسب و کارهای پدر بزرگان خودمون، یک مکانی رو می اومدن استارت می زدن و به گفته خودشون یک سفره رو پهن می کردن که همه از توش نون بخورن و وقتی نگاه می کردیم می دیدیم پدران ما در 99% شرایط خاص و عام پیرو کسب و کار پدر بزرگای ما بودن، اما الان این فضا رو نداریم. بسیار هم. این گپ تاریخی، گپ فرهنگی، گپ آداب و رسومی، گپ سن و سالی و گپی که به واسطه انقلاب و به واسطه دهک‌های درآمدی جامعه و هزار شاخصه دیگه به وجود اومده باعث شده که ما از مدل کسب و کار ایرانی فاصله بگیریم. خب من یه سوال دارم. فرایند مختصات بازار ما آیا مختص به خود بازار ایرانه یا نه فرایندش از مرزها دورتر میره؟ چون خیلی از کسب و کارها بومی ان، خیلی از کسب و کارها ممکنه کسب و کار خارج از فرامرزی باشه. این رو چون ما چند دید مختلف داریم روی مختصات بازار. یه زمانی هست که ما داریم به دهکده جهانی فکر میکنیم، به ایران و برند ایران فکر میکنیم، به جی دی پی و تولید ناخالص ملی داریم فکر میکنیم. اون موقع است که برای بازار مرزی نمیشناسیم. مرز بازار ما میشه فرانسه، مرز بازار ما میشه جایی که فرش ایرانی داره فروش میره، مرز بازار ما میشه اسپانیا که داره زعفران ایرانی فروش میره، میشه روسیه که داره خاویار ایرانی فروش میره. اما وقتی داریم با یک دید درآمد و کسب و کار داخلی بهش نگاه میکنیم، به همون مرز 1,648,195 کیلومتر مربعی من یه سوال دارم. بازارمون محدود. بسیارم. کسب و کاری مربوط به شهر خود تهران، مختصات بازار این چجوری تعریف میشه؟ یک دید گسترده داریم ما روش، اون اینه که بخوایم شعبه بزنیم. اگه بخوایم با دید شعبه‌ای نگاه کنیم کل تهران، اما اگه بخوایم با دید تک محوری و تک شعبه‌ای نگاه کنیم همون محله‌ای که داریم توش کار می‌کنیم مد نظرمون. بسیار هم. یعنی میتونه نمایندگی‌هاش تو شهرهای مختلف هم باشه، به شرط اینکه ما خدمات قابل لمس یا غیر قابل لمسی رو بخوایم ارائه بدیم که منطبق باشه با تکنولوژی روز دنیا. من میام ترم دوزی میکنم در منطقه قیطریه اما با پیک موتوری تا تهران پارسینو میفرستم.
قبلش به شخصی که توی تهران پارس نشسته از طریق وبسایتم دارم محصولم رو معرفی میکنم. بسیار پس دیگه مرزی ندارم برای تهران. معمولا برای یک کسب و کار یه تیم تخصصی لازمه، تیمی که از هر تخصصی تو این تیم موجود باشه. یکی اینکه خب ما مشکل منابع انسانی داریم، خیلی از افراد در مورد منابع انسانی صحبت میکنن. در مورد تیم تخصصی نظرتون چی هست؟ خیلی از ردیف‌های شغلی که برای شروع یک کسب و کار لازم و ملزوم هم دیگه هستن هنوز توی ایران تعریف نشده. مثلا کسی که بشینه و استخدام بکنه، آنالیزور استخدام. ما وقتی نگاه کردیم فضای کسب و کار ایران رو سنجیدیم، چه دولتی چه خصوصی و چه نیمه خصوصی، دیدیم ما یک آنالیزور استخدام نداریم. آنالیزور استخدام تمام دنیا یک چیز خیلی عادی و معموله. روی مطالعات تطبیقی 21 کشور من کار کردم که این 21 کشور از اروپای غربی تا امریکای جنوبی گستردگی جغرافیاییش بوده. میبینم که تو کشورهایی که توسعه یافته هستن از زمینه کاری و از زمینه کسب و کار، افرادی رو میان و استخدام میکنن به عنوان آنالیزور استخدام. اشخاصی که از دید روانشناسی، از دید جامعه شناسی، از دید جسمی، از دید جنسی و از دید عقلایی طرز تفکر و تعقل شما رو میان استخراج میکنن. بعد از استخراج این طرز تفکر و تعقلتون تازه برای شما ردیف شغلی میان معین میکنن. فکر نمی‌کنید این برای ایران یکم رویاییه؟ ببینید سطح منابع انسانی ما الان خاصه، یعنی ما مشکل منابع انسانی داریم. بخوام به این سطح فکر کنیم یه مقداری کل فرآیندها با صدای رسایی من اعلام میکنم که اولین بیماری که ایران بهش دچار شده و ایرانی‌ها بهش دچار شدن شترمرغیزمه. وقتی ما میایم به ایرانی برمیگردیم، به خودم رو عرض میکنم، وقتی ما میایم به یک فرد ایرانی اعلام میکنیم که شما بیا بار ببر، میگه من مرغم. وقتی بهش میگی تخم بذار، میگه من شترم. به این دلیل و به این معنی و مفهوم که وقتی بهش میگم شما از کسب و کار متوجه نمیشی، یک دید جهان شمول لازم داری، تاریخ، فرهنگ و تمدن 35,000 سالش رو به رخ آدم میکشه. ولی وقتی در عمل داریم نگاه میکنیم و قانون گریزیش رو میبینیم و علم گریزیش رو داریم نگاه میکنیم، از مدرسای خودش میناله، از کمبود منابع انسانی خودش میناله. ما باید این بیماری رو کنار بذاریم. ما باید این رو قبول بکنیم که در زمینه ایرانیزی کردن تمام علوم دنیا و تمام علوم روز دنیا یک ضعف بسیار 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 بزرگ داریم. جبرانش با مدیران منابع انسانی انجام میشه؟ خیر، با یه خرد جمعی از من پدر، از من معلم، از من کارگر، از من کارمند، از من وزیر، از من وکیل، از من رئیس جمهور شروع میشه. حالا من به عنوان مدیر سازمان باید چیکار کنم؟ شما باید ابتدا قبول بکنید که نیازمند مشاور هستید. تمام ردیف‌های شغلی از منابع انسانی گرفته، اصلا مدیر خط عملیاتی، خط آتش، مدیر میانی و مدیر کلان یک مجموعه قبول میکنه که همه چیز دان نیست. بیایم این رو متوجه بشیم که ایرانی همه چیز دانه. هزاران هزار مدارک مختلف از فوق دیپلم تا دکترا توی جیبش هست که خیلی راحت میتونه اقتصاد، پزشکی، جامعه شناسی، مردم شناسی و سیاست رو نقد بکنه. اینم نقدای سازنده. این دید رو باید کنار بذارید. خیلی از شرکت‌ها معمولا شرکت رو ایجاد میکنن، بعد سعی میکنن روی فرآیند استراتژیکش برنامه‌ریزی کنن. من بحثم یه چیز دیگه است. میگم اینجا فرآیند شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌شون چه جایگاهی میتونه داشته باشه اصلا در فرآیند استراتژیک شرکت؟ بزرگترین اشتباهی که ما در شروع فعالیت یه شرکت بهش دچار میشیم اینه که ما اول میریم یک برندی رو ثبت میکنیم، یک نامی رو ثبت میکنیم، بعد به فکر کارش میافتیم. حالا توی فضای کسب و کار ایران راه اندازی یک شرکت، ثبت یک برند، ثبت یک مجموعه فنی مهندسی و یک فرایند شروع کار به دلیل خیلی از تسهیلات قانونی که براش در نظر گرفته شده خیلی آسونه. ولی این دلیل نمیشه که وقتی من بخوام یک کاری رو شروع بکنم از روی کاغذ توی اتاق خونم شروع نکنم و اینا حتما بیام از پشت میز مدیریتم توی مکانی که بابتش هزینه کردم بخوام استارت بزنم. من اگر میخوام یک کاری رو شروع بکنم اینو باید از روی میز مطالعه خونم شروع بکنم. برای اینکه آزمون و خطا ما فرصت نداریم انجام بدیم. بیشتر ما میایم الان یه شرکت رو راه میندازیم و بعد به فکر این هستیم که چیکار بکنیم برای سرمایه‌اش.
خب الان شما فکر میکنید الان من به عنوان یه راه انداز شرکت بیام شرکت هلدینگمو تأسیس کنم یا نه بذارم فرآیند کار پیش بره، محصولات جانبیم که وجود اومد حالا بیام شرکت هلدینگمو راه اندازی کنم؟ ما دچار عدم استیبلیسم جهانی هستیم، مخصوصا توی عرض و طول جغرافیایی خاورمیانه. نزدیک به 250 ساله که ما اغتشاشات اجتماعی رو داریم تجربه میکنیم و هیچ موقع نشده که بیشتر از 50 سال آرامش سیاسی و امنیت داشته باشیم، به غیر از این تک تک مضرابایی که طی 100 سال گذشته اتفاق افتاده. جنگ جهانی اول حوزش ایران بوده، جنگ جهانی دوم حوزش خاورمیانه بوده. تمام جنگ سرد و تمام این مشکلاتی که برای خاورمیانه تا داعش و تروریسم جهانی که الان از اینجا داره پرورش پیدا میکنه توی خاورمیانه یه تأثیری روی ما گذاشته که ما باید طرز تفکرمون رو هلدینگی بکنیم. دیگه نمیشه در دهکده جهانی و نمیشه در دهکده داخلی ایرانی ما فکرمون رو چند منظوره قرار ندیم. همون ضرب المثلی که تمام تخم مرغا رو نباید توی سبد بذاریم، فکر می‌کنم اینجا به خب من یه سوال دارم. هلدینگ الان میخوام ایجاد کنم، چه شرایطی داره؟ اصلا چه جوری باید ایجادش کنم؟ صحبت میکنید در این موضوع؟ ابتدای امر اصلا به چه درد میخواد؟ چه کمکی به من میکنه؟ ببینید، تفکر هلدینگی به این معنی و مفهومه که من یک سرتیم هستم که بازار رو سنجیدم، چندین و چند شغل و چندین و چند خروجی درآمدی رو که باب یک جامعه هست رو به دست آوردم. حالا که میخوام کار رو شروع بکنم این فکر رو دارم که اگر اقتصاد، اگر تورم، اگر ناامنی، اگر تغییرات سیاسی اجتماعی فرهنگی و تغییرات درون مرزی و برون مرزی بیاد روی یک کسب و کاری تأثیر مثبت و منفی بذاره، من میتونم از روی یک مدل درآمدی دیگه خودم این رو جبران بکنم. مدیریت یک هلدینگ به این معنی و مفهوم هست که من یک سرتیمم، چندین و چند شغل مرتبط یا غیر مرتبط رو انتخاب میکنم، یک سبد درآمدی قابل لمس و غیر قابل لمس رو درست میکنم و برای هر کدومش یک مدیر چیره دست میذارم، هم از لحاظ درآمدی هم از لحاظ. منظورتون اینه که یه شرکت ضرر کرد بقیه شرکت‌ها کمکش میکنن. خب از لحاظ تبلیغات و برند چی؟ معمولا اینا میان عملکرد خودشون رو چند منظوره قرار میدن. یعنی وقتی که یک شرکت هلدینگ میاد روی تبلیغات و بازاریابی خودش کار میکنه، با شعارهای ملی‌گرایانه کارش رو انجام میده، با شعارهای جهان شمول کار خودش رو انجام میده. فقط مدلش از خرد به کلان تبدیل میشه، به خاطر اینکه قدمی که میتونه یک شرکت هلدینگ برداره به اندازه 10 تا قدمیه که یک شرکت تک محصولی میتونه برداره. بگید از چند تا مورد من خیلی کم دیدم که بیان یه فرهنگی رو راه بندازن، یه مجموعه رو درست کنن از بخش فرهنگی، تفریحی، تجاری، حالا ورزشی، فرق نمیکنه. این طرف از صبح که میاد تفریحشو بکنه، شناشو بره، ورزششو بکنه، غذاشو بخوره و در نهایت خریدشو بکنه بیاد بیرون. حالا میتونه شهربازی هم باشه. همچین چیزی رو ما کمتر تو ایران دیدیم. چرا به سمت این فرآیند پیش نمیریم؟ چرا از بالا به پایین به این موضوع نگاه نکردیم؟ دو تا مسئله هست که من پیشنهاد میکنم عزیزانی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن خوب بهش توجه بکنن. اول اینکه اگر ما خیلی خوب و خیلی استاندارد زندگی بکنیم، 8 ساعت رو استراحت میکنیم، 8 ساعت رو کار میکنیم و 8 ساعت فراغت داریم. یعنی 1/3 عمرمون رو خوابیم، 1/3 عمرمون رو داریم کار میکنیم برای اینکه 1/3 رو لذت ببریم. این یک. مسئله بعدی این هست که به علت اینکه زندگی ها از متروپولیتن به مگاپولیتن تبدیل شده و ما از شهر و از روستاهای کوچیک داریم به شهرهای 10 میلیونی 13 میلیونی داریم تبدیل میشیم، مخصوصا توی ایران عزیز خودمون، دیگه ما داریم فضای خرید و فضای کسب و کار رو با فضای لذت آمیخته میکنیم. من دارم اینو تجربه میکنم که اگر قراره برم یک خریدی رو انجام بدم، در کنارش لذت هم ببرم. وقتی دید جهانی رو داریم به این مجموعه ها نگاه میکنیم، میبینیم هزاران هزار طرز تفکر و تعقل علمی پشتشه. یعنی افرادی که با دید اوقات فراغت، افرادی که با دید گردشگری شاپینگی، افرادی که با دید گذران فراغت حرفه‌ای دارن برای جامعه برنامه ریزی میکنن، میان پاساژ ها رو میسازن. ولی ما این مجموعه فرهنگی رفاهی تفریحی رو وقتی داریم تو ایران میبینیم که دکترای طب داره میسازه،
میبینیم که مهندس صرف داره میسازه، میبینیم یه آدم صنعتی داره به میسازه. قول خودمون بساز بفروشا دارن این کار رو انجام میدن. خب یه پاساژ رو با متری 3,500,000 تومان میسازن و با متر 170 میلیون تومان هم دارن میفروشن. پس این قارچی شدن مراکز خریدی که ما داریم توی تهران میبینیم، رکودش رو هم میبینیم، هیچ دلیلی بر این نیست که شخصی هست که دلش میسوزه برای این که بخواد کاری رو ایجاد بکنه، فقط تبدیل شده به یک سری متروک بازاری که همه میان سرمایه خودشون رو میزنن و مجبورن هزار یک کار قانونی و غیر قانونی بکنن که فقط بتونن هزینه‌های ماهانه خودشون رو در بیارن. از اون حائز اهمیت هست. یه بحث رو باز کردی به عنوان فرهنگ. فرهنگ به معنی فر و هنگه. فر به معنی بالا و هنگ به معنی وزین برخورد کردن. ما توی ایران قدیم به فرهنگ به جای اشاره می‌کردیم که قنات جوشش می‌کرد. مظهر قنات رو می‌گفتیم فرهنگ. این فرهنگ تطابق داشت با دانش ما، با بینش ما، با توان ما، با یه توانی که 33,000 سال پیش تو دره کشافرود خراسان وجود داشته، با یه توانی که 12,000 سال پیش توی سیلک کاشان وجود داشته، با یه توانی که 7,500 سال پیش توی حکمتانه وجود داشته. آیا یک مجموعه فرهنگی برای یک کشور 250 ساله با یک کشور 33,000 ساله نباید تفاوت داشته باشه؟ بسیار. ما میتونیم 7,500 سال تمدن حکمتانه رو توی مجموعه تفریح رفاهی مردم ارائه بدیم؟ مردمی که همشون ژنتیکشون و دی ان ایشون و توانشون و رفتارشون به صورت وراثتی برمیگرده به 30,000 سال پیش که داشتن متمدنانه زندگی میکردن. وقتی ما میریم توی موزه ایران باستان، دستکندهای 800,000 ساله داریم میبینیم از ایران. ما نمیتونیم بیایم کشور خودمون رو با یک کشوری که وایکینگ ها اومدن درستش کردن مثل روسیه مقایسه بکنیم. توی روسیه اگر بیان پاساژ بسازن، اگه طرز تفکری هم پشتش نباشه و فقط برندسازی و درآمد باشه، هیچ مشکلی نداره. ولی تو ایران وقتی دارن پاساژ میسازن، باید یه عقبه مسبوق به سابقه 30,000 ساله پشتش باشه. تو فضای فعلی کسب و کار، خب شرایط کسب و کار فعلی ایران رو میدونید تو چه وضعیه. الان چه جوری میبینید و چه پیشنهادی چه پیش بینی براش دارید؟ ایرانی رو میبینم که پدران خسته، پسرها خسته، مادرها خسته، همسرها خسته، خانم‌ها خسته و آقایون خستن. ایرانی رو داریم میبینیم که از 10 سال بعد که هیچی، از فردای شغلی خودش کسی مطمئن نیست. چه کار کنیم که از این فرآیند بیرون بیایم؟ بیشتر فکر بکنیم وقتی میخوایم یه کاری رو انجام بدیم. مگه دست ماست؟ ببین، خیلی راحت بهت بگم، خانواده ها برای رفع مسئولیت خودشون دوست دارن همه جواناشون کار بکنن. 100%. این کار کردن این روتین جهانی نیست. شاید یه نفر اگر 30 سالگی کارش رو شروع بکنه، به اندازه یه نفر که از 12 سالگی کار خودش رو شروع کرده بتونه مفید فایده باشه برای جامعهش. یه زمانی که بستنی آلاسکا توی جوونی‌ها و توی سن 7 سالگی 8 سالگی من دونه 5 تومن بود، من توی تابستون 3 بار بستنی آلاسکا خواستم توی یه روز. بار سومش یه دونه لباس تنم کردم و منو گذاشتن توی یه دونه تعمیرگاه که با یه دونه مسواک من اونجا با گازوئیل یه دونه موتور ماشین رو بشورم برای روز 4 تومن. شاید اون موقع لازم نبوده که این کارو با من انجام بدم. وقتی بزرگتر شدم مجبور شدم برای اینکه بتونم درس بخونم، چون همش توی شهرهای مختلف بودم و اون کورس‌های دانشگاهی ما توی خارج از کشور میگذروندم، مجبور بودم خیلی کار بکنم. ولی خودم به خودم فکر میکنم که اگه الان کارامو شروع میکردم میتونستم تمام گذشته خودم رو جبران بکنم. اینی که ما حتما باید کار بکنیم، حتما باید بیرون خونه باشیم، به هر قیمتی باید سرمون گرم باشه رو من نمیپسندم. من نمیپذیرم که یک خانم تن به هر مدل استخدامی بده فقط برای اینکه بگه من شغل دارم. من اینو نمیپسندم که هر آقایی به هر قیمتی از صبح تا شب بیرون باشه، بدون هیچ فکری، بدون هیچ گونه دانشی، بدون هیچ گونه دانش مستخرج از کتب علمی و برگرده بگه که من دارم یه کاری انجام میدم. خب میشه اختلاس. نه، بحث من میشه چک‌های برگشتی. ما بیشترین حجم چک‌های برگشتی رو داریم، بیشترین حجم ناامیدی کاری رو داریم، بیشترین حجم طلاق به خاطر مسائل مالی رو داریم. این به خاطر اینه که بیگدار داریم و آب میزنیم. خب نه، من یه فرآیند دیگر دارم. من به عنوان مدیر کسب و کار چیکار کنم از فرآیند رکود بیام بیرون؟ این رو اول باید ببینم چه کاری در حد توان منه. خب من تخصصمو دارم، بیزینسم هم دارم کارم انجام میدم. شما وقتی به عنوان مدیر کسب و کار داری با مردم سر و کله میزنی، اول اجازه بده مردم خودشونو بشناسن. 6000 سال پیش بشر وقتی وارد یه غار شد توی آفریقای جنوبی، دست خودشو زد تو خونه یه گاومیش، زد توی دیوار، خودشو شناخت، امضا کرد، گفت من هستم. کسب و کارها ورشکست میشن اگه به خاطر اینکه من خودمو نمیشناسم، من نمیدونم توانم چیه. میشه بازش کنید منظورتون به من گفتن باید بری دکترا بگیری.
بله در حد شأن و شخصیت خانوادگی که توش به دنیا اومدی نیستی. من رفتم دکترا گرفتم، بدم میاد از دکترا. یه دکتر بد میشم، دکتری میشم که فقط عمل میکنم برای اینکه پول در بیارم، برای اینکه خانواده‌مو بخوام جمع و جور بکنم. من یک کسی هستم که خانواده‌ام به من اجبار نکردن و رفتم دکترا خوندم. خب این که میشه فرآیند انسانیش، ما که داریم همه این در فرآیند. فرآیند انسانیش یک بخشی هست، در فرآیند حرفه‌ایش هم این هست که من به هر قیمتی باید دانشجو بشم. چند درصد از افرادی که توی ایران دانشجو میشن مشاوره تحصیلی میگیرن؟ یعنی شما میگید بریم دنبال علاقه خودمون. من میگم بریم دنبال اون عقبه ذهنی فکری که فراموشش کردیم. الان تمام جوانایی که دارن میبینن شاید همدرد من باشن. عزیزان شما از دبستان کی میاد روی مدرسه روی شما کار کنه ببینه استعداد تحصیلی شما چی هست و یک برنامه آینده نگرانه بیاد روی شماها ببنده برای اینکه چه شغلی رو انتخاب میخواید بکنید و چه درسی رو باید بابتش بخونید. من میگم الان ما این اتفاق افتاده، الان وارد فرآیند کسب و کار شدیم، الان چیکار کنیم؟ الان مشاوره، شرکت هایی بیان برای مشاوره شغلی که از رکود من خارج بکنن. هزینه مشاوره رو ندارم، الان چیکار کنم؟ یه تازه کسب و کارم رو انداختم. وقتی کسب و کار رو تازه راه میندازی یعنی یک فکری توی ذهنت بوده که بابت اون فکر اومدی یک مکانی رو اجاره کردی، یک مکانی رو خریدی، چند تا تخصص رو داری توی یه هدف میذاری و داری براش برنامه ریزی میکنی که به یه جا برسی. حتی اگر هیچ کدوم از این کارا رو انجام نداده باشید، یک گپ بینش بندازید، گپ پژوهشی. اگر قرار من یه شغل سوپرمارکتی، اصلا خدماتی و غیر خدماتی، از لوکس تا خیلی خیلی چیپ داشته باشم، از لحاظ مالی نه از لحاظ وجه اجتماعی، اگه داشته باشم من باید یه گپ یک ماه توی سال براش بذارم. مگه میشه من بگم که از کل سال 365 روز 300 روزشو ساعت 8 صبح تا 8 شب کار میکنم و یک ماه براش پژوهش نمیکنم؟ خب من پژوهش میدانی، پژوهشی که من برم برای شغلی که تحقیقات بازاره، تحقیقات میدانیه که یک پژوهشگر، یک مشاهده کننده، یک مباحثه کننده با شما همراهی میکنه. من یک راننده آژانسم، باید برم توی راننده آژانس ها پژوهش کنم ببینم کدوم راننده آژانسی معیار و ملاک تهرانی داره. توی تهران خیلی از الفاظی که از دهن راننده آژانس ها بیرون میاد برای مردم جا افتاده است، تو خیلی از شهرستان‌ها نیست. من باید بدونم اگه قراره تو تهران راننده آژانس بشم چه راننده آژانسی و در لحاظ کاراکتری باشم، شرکت داشته باشم چه شرکتی باید داشته باشم، حتی اگه بخوام یه لباس فروشی راه بندازم چه مدلی باید انجام بدم، چه مدلی باید لباس فروش باشم. تمام تهران رو رکود گرفته به دلیل اینکه رکود رو می‌خواهیم. من میخوام که هر روز که در مغازم میرم به صورت روتین فقط به خودم برسم. فردی دارید بررسی میکنید، ما به عنوان خود فرد الان دچار مشکل هستیم، درسته؟ یک دید فرده که فقط خودش رو صاحب کسب و کار میدونه و آینده ای رو براش مد نظر نداره. من محمد رضا بستانی هستم، یک لباس فروشی در بهترین پاساژ تهران دارم. امکان نداره به این فکر بکنم که سال دیگه اینو دارم یا نه. میخوام سریعا یک سودی رو از این لباس فروشی در بیارم، بیام کارمو عوض کنم برم توی غذا، از غذا و اغذیه و اشربه در بیارم برم توی ساخت و ساز، از ساخت و ساز در بیارم برم تو سرمایه گذاری بورس، آخرش هم بذارم توی بانک سودشو بخورم بخوابم خونه. این باعث میشه که ما توی یه خیابونی مثل میرداماد 1000 تا شغل عوض شده ببینیم. این باعث میشه که توی یه جاده مثل جاده چمستان نزدیک به 870 تا دونه معاملات ملکی ببینیم. این باعث میشه که توی یه جایی مثل کردستان وقتی که داریم قدم میزنیم توی یک منطقه کوچیکش 170 تا دونه مجموعه ارائه دهنده اغذیه و اشربه کبابی ببینیم. این میشه که در 4 تا خیابون موازی از خیابون مفتح هفته تیر تا خیابون استاد نجات اللهی بیش از 600 عدد اغذیه فروشی، غذا فروشی توی قالب آشپزخونه های غذا رو داریم نگاه میکنیم. اینه که همه میخوان پول رو در بیارن، سری بذارن توی بانک، سودش رو بگیرن و بخوابن توی خونه. جناب بستانی، برای جمع‌بندی توی فضای کسب و کار ایرانی تو فرایند راه اندازیش چیکار کنیم تو موفق شیم؟ به عنوان جمع‌بندی اول بیایم فکر بکنیم که نزدیک به 4000 سال بازار توی ایران وجود داره. ما یه زمانی 721 سال با امپراتوری روم می جنگیدیم، طولانی ترین جنگ تاریخ، اما باهاشون ابریشم و ادویه مبادله می کردیم. در هنگام جنگ
یک زمانی ما اومدیم راه شاهی رو کشیدیم، با چین تجربه نقل و انتقال داده ها رو داشتیم، داده بازار. یک زمانی اومدیم با امپراتوری عثمانی می جنگیدیم، باهاشون مبادله داشتیم. ما ثابت کردیم که طی 4000 سال یک فضای کسب و کاری رو برای خودمون به وجود آوردیم که چند تا شاخصه داره. اگر قرار ما توی ایران کاری رو انجام بدیم، باید کاری باشه که قابل انتقال به فرزندان خودمون باشه. ما باید کاری رو انجام بدیم که مردم ازش ارتزاق بکنن و خانواده ها ازش مرتفع بشن. به این معنی و مفهومه. کسی که قراره در ایران کار بکنه نمیتونه بگه فقط من و خانواده درجه یکم باید ارتزاق بکنن. باید کاری باشه که افرادی که توی اون محل هستن هم ارضا بشن. افرادی که توی محله های دورتر هم هستن بتونن از این کسب و کار یک منفعتی رو برای خودشون ببرن. همه سویه رو ببین. اگر تک محوری و تک سویه باشه و به خودم و خانواده خودم فکر بکنم، به بابت حسادت شغلی که وجود داره، یا از لحاظ بازاریابی تخریبم میکنن، یا از لحاظ تبلیغاتی تخریبم میکنن، یا برام سرمایه تهاجمی میذارن. شما میبینید الان وقتی یک کسب و کار جدیدی توی تهران راه میفته، یک مرکز فروش لباس باز میشه توی تهران، همه دیدا منفی میشه، همه حرفا منفی میشه، همش میگن رانته، همش میگن یه بعد سیاسی اجتماعی داره. اینقدر اون شخص با حسادت کسب و کار میکوبونن تا کارش انجام نده. وقتی زمین خورد ولش میکنن. ولی اگر اون شخص بیاد از همون اول یک دید منفعت عام رو ببینه، افرادی رو که سر کار میذاره اسارت شغلی براشون تعریف نکنه و براشون واقعا یک فضای جذاب کسب و کار رو درست بکنه، همه دست به دست هم میدن تا اون برند بشه. بسیار همالی. خیلی ممنونم جناب بستانی، از فرمایشاتتون واقعا استفاده کردیم. من فکر کنم خودم شخصا خیلی چیزا یاد گرفتم. خواهش میکنم، لطف دارین. امیدوارم که هر شخصی که این برنامه رو میبینه به این فکر بکنه که چجوری میشه ایران رو یک قدم به سمت جلو پیش برد. اینی که واقعا میگن یه جایی مثل امریکا سرزمین فرصت هاست، دروغ محض، کذب محض. از خارج از کشور و خارج از این مرزها نباید برای خودمون یه رویایی رو بسازیم، چون وقتی وارد این رویا میشی میبینی همش حبابه. هیچ جا مثل ایران سرزمین ایده نیست، سرزمین تفکر و تعقل نیست. اگر قرار ما بیایم توی ایران سرمایه گذاری بکنیم، هر شغلی رو که شما روش علمی کار بکنی میگیره. این رو خروجی هزاران هزار ساعت سخنرانی، هزاران هزار ساعت وقتی که صرف کردم برای نوشتن کتاب‌های مختلف توی حوزه کسب و کار و تمام کورس‌های بین‌المللی که رفتم سرچ کردم رو جمع می‌کنم و دارم به شما عزیزان میگم. اینی که اگر آینده رو و اگر فضای کسب و کارتون رو حرفه‌ای ببینید و اینقدر به دهن مردم و به دهن افرادی که بهتون حسادت نمی‌کنن کم اهمیت بدید و سعی بکنید کارتون رو حرفه‌ای پیش ببرید، مطمئناً برد و موفقیت باشه. خدا قوت. خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون. ممنون، خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. فرآیند مدیریت کسب و کار یه فرآیند ارجح نسبت به تمامی فرآیندهای کاری دیگه که ما مجبوریم باهاش در ارتباط باشیم. حتما به این موضوع توجه کنیم که قبل از راه اندازی هر برنامه‌ای باید روش سرمایه گذاری کنیم. انتخاب کارشناسان برنامه بر اساس تخصص اونها و بر اساس دانشی هست که توی فرآیند اجرای کار دارن. انتخاب جناب آقای بستانی بر اساس پروژه هایی که اجرا کردن و برنامه هایی داشتن و سابقه هایی بود که توی این زمینه استفاده کرده بودن. باز هم ممنونم از اینکه برنامه خودتون رو مشاهده کردید. ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم برای اینکه برنامه خوب برای شما تهیه کنیم. اگر تمایل دارین توی برنامه خودتون شرکت کنید یا انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه ما دارید، با این ایمیلی که زیر نویس میشه تماس بگیرید و انشالله ما در خدمتتون خواهیم بود. یادمون باشه ما ماندگار میشیم و برای ماندگاری همیشه این جمله یادتون نره: زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، خرمان نغمه که مردم بسپارند به یاد. خدا قوت.